بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. آنها از جانب پروردگارشان بر هدایت راستینند و ایشان همین هایند رستگار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بدون شک کسانی که کافرند یعنی ایمان ندارند و ایشان یکسان است، خواه ایشان را اخطار بدهی یا اخطار ندهی ایشان ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده است و بر چشمانشان پرده است و برای آنان عذابی بزرگی است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. از جمله مردمان کسانی اند که میگویند با خداوند و به روز آخرت ایمان آوردیم و ایشان در حقیقت ایمان ندارند.